سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خدا نگهبان تو باشه. خواهش میکنم با دقت گوش کنید. ای نام ویدیو ای نظام ویدیو فهمیده که من چه در نظر دارم. راستیش من بلاگر یعنی که به شماره نشماره برای خودم نمیگم. خدمت درجه الله شاید چیزی میگم نمیگم، من صبر دارم، واقعا دارم، هیچی نمیگم. اما اجازت نمیدیم نسبتی برادران، یعنی که برادری که با نام بلاگرن کمک میکنن، فرق نداره اگه کنکورس باز شای، حافظ شای، رقاصه شای، یگان خیرکن شای، یگان تیش که در ساحه بیزنس مردم سوید میتیه، شخصش که مقصد ماشین پوشین نشان میتیه، کدمش شکاره، کدمش کوهاره، خصوصا نامی بلاگر توجی. من نمیگم که ما گناهگار نیستیم، بعضی همون مینوس داریم، پلوس داریم، خیر الحمدلله. اما به حد نگاه میکنم. مثلا نسبت هم بلاگر، وقتی میگوی بلاگر توبه کردم در نزد بعضی برادرها که همه را در نظر ندارم، پس میتوی یا که نمیدونم، ما مسلمان هستیم الحمدلله. اما شما یک صفر فراموش نکنید که رزق دهنده پروردگار است. اما ما سبب میشیم بعضی همو، یعنی نه همه ما در نظر دارم، با مردم تاجیک و مردم مسلمان خود من خواهش میکنم، مراجعت میکنم، التماس میکنم که چونین رفتاری دغلانه نسبتی نه همه بلاگی رو کنن. بعضی بچه‌ای که اوید با سایت‌هاش سر کار داره از به میگن ان شاء الله، اما چونین رفتار نکنید. یک فراموش نکنید سال 2019 وقتی کرانتین شد، همین برادران بلاگر خواهرانی که اوید با همین سایت‌های اجتماعی، سایت‌های مجازی سر کار داشتن، سبب شدن، کارتک شدن، جمعگیر شدن، مردم از سوم تقسیم کردن، بلانتیاری کردن، بلاگری کردن، یعنی که گاو زدن در اکران کار هر کس نیست دوستان. یک کسی که در این کار سر کار داره میفهمه. باز این خیلی در افیر گاو زدن یا با یک کس با ایمو یا واتساپ یا اینستاگرام گاو زدن، هو ایوس طرف پرومو افیر میشوه. وقتی که کامera را میقپی خیال میکنی دنیا تماشا داره. با هم خاطر آسان نیست. پس نزنی، هر گاو نزنی اوی بلاگر ایتا بلاگرای حرام خال بلاگرای ایتا اوتر نه. چون که یک مشکلی خدا مشکلی نبینه خلق تاجیک، یا مشکلی تو میشوه او بلاگرو را بگی، یعنی که نسبتی از کارهای مقاماتی سیاسی سر کرده که تو مقصد کارهایی که این همین کوچه و راهروی یا که یکون کار میکنیم تو همینجا را الحمدلله سبب میشوم برادران بلاگر یک معیوب ده یگان جا است، یا یگان شکستگی یا یگان کس اواری میگرده، یا که یگان صاحب بیزنس های. باز دنیا همیشه ده، باز صاحب یوتیوب یا اینستاگرام یک دنیای دیگر است که با همین مردم هم میفهمونن، مردمی که سرکار دارن، خود به زبان انگلیسی باشه یا فارسی باشه، الحمدلله میگم که خوب است. خواهش میکنم حرمت عزت بلاگرها را با جا بیاره. کاگ نیکاگ کنکورس بازای من کنکورس بازا را زشت نمیدارم، یا که ملوهاش یا که کدام ساحهش که نباشه، اما کاگ نیکاگ همه فایدهش میرسه. استوریس میکنه، پادلیت میکنه در ایمو و واتساپ یا که در یگان سایتاشون همه سبب میشه. میبینی کدمت خونه در کارش خونه میوه، گاو و گوسپند، خلاص همه شوز با واسطه این بلاگرها قریب افته شده، قریب 70% شدن. با هم خودی دوستان عزیز احترامی مسلمانی، احترامی برادران ما را بداره. با خدا یکی زنگ میزنه ای بلاگرای هی تشید چه حقارت و دشنامی میکنی. ما در دیواناش تگی خیرش کمو تا همین قدری میبخشه، خفه نشه. فقط کامنتری نوشته میتونی یک شهر به یک شهر رفتن، یک کور، یک کسبت کردن، رکلام کردن ماشین، خانه و در، گاو، گوسپند، مقصد همه چیز با واسطه هم بلاگرها حاضر پشتی 99% کرده شده. چی در کار پس زدن یک است، چی در کار ما مسلمانیم، تاجیکیم، همین مردک رکلام میکنه، کار میکنه، زندگیش برده شده، واز بیاد در خونه خودت پانسومش نمیتی به خدا. با هم خاطر چونین صحبت کردن نسبت برادران خواهرایی که با سایت‌های اجتماعی یوتیوب، واتساپ، اینستاگرام یا فیسبوک ممکنه داریم، خیلی مقصد همیو سرکار دارن، پسانی خوب نیست. حتی از همین چیزای اسلامی هم در همینجا پهن میکنن، همه چیزی دنیوی مکتبش همش به همین پهن کرده شدن، چیز باروی نمیشه. الحمدلله برادرها سرکار دارن، کمک میکنن مردم نیازمنده. خلاصه از این گفتنیم دوستان، حرمت احترامی همدیگه را بداره و پس نزنید. من
محافظت میکنم انشالله تا مردن ما خلق خدمت و مردمی برادرای و بلاگرای خدمونه که آید به کارهای همین اجتماعی سایت ها سرکار دارن یا برادرای ما الحمدلله از خدم سرکار که تو دیگرش تو همو بلاگرش که در 10 подписчик داره های برادری ما در اکران نه هر کس غیرت میکنه قدرت میکنه گاو میزنه شعر میگه یگون سه ایجاد میکنه یگون سه اختراع میکنه همه با مردم تاجیک خدمت میفهمونه. خوب این یک مسئله است خداوند نگهبان باشه خواهش میکنم نگی. مسئله دیگه مسئله بلاگرها برادری که در ساحه هر یک ساحه باشه بیزنس هیچ فرقی نداره الحمدلله هستن بچهای با عقلی که صحبت خوب میکنن حتی 10 подписчик داشته باشه مراجعت با بلاگرها 10 подписчик داشته باشه شما بدونه که شاید شما را شخصای مقصد مقامات بالا تماشا میکنن آدمای با فرهنگ با ننگ ناموس آدمای با عقل گوش میکنن یوتیوب است لیستاد میکنه یعنی میگذرنا یک همون ویدیوی تو میغلطه تماشا میکنه شرط نیست میبخشه همه چیزتون نشان تی یعنی که چیزای طرفای مینوستونه در نظر دارن خیلی پیلوس هم داره احمد الحمدلله شرط نیست احتیاط باشه ویدیو را گیرون کردن گاو زدن این همه میتونه اما شما بدونه که یوتیوب چونه نشده که فرهنگ تاجیک قدر قیمت تاجیک ناموس تاجیک مقصد تاجیکستانی نشان میده ما اگر یگون رفتاری بد کنیم در یوتیوب پرتویم شاید یک دولت‌های دیگه باشه پیرواد میکنن از اینترنت پیش روش عصر 21 میبینم میگه خلق تاجیک خیلی فرهنگی پس داره یک رزبار رو اتویت پتویت گپ چپ مقصد همین یوتیوب نپرتوی همین یگون که از گناهگار پس اکرام بره حلش کنه یا که مقصد نمیدونم چی ساحه ده نباشه حرکت کنه که یک رفتاری خوب کنه من نمیگم که خودم تعریف نمیکنم اما یک سه نشان تیم که یک کس ببینه رحمان بگه یک کس تماشا کنه در ما آبونه شوه یا که آبونه میشه یک سی ناجا میکنیم خوب نشان میتیم چیکار میکنه بعد میگیره ادپیسات میکنه میره و به خاطر اونه که میگم بچه خیلی بی معنی بوده یعنی اگر همه لایک بمونه چیزی بی معنی خودت پهن شوه در همون گناه ختم پهن چی میگن خوش میشه به همون خاطر خواهش میکنم از هر یک برادری بلاگرم در کدام ساحه نباشه من نماش دیگه نمیگیرم احتیاط باشه در رفتار و سخن و احترام همدیگر شخصی که کامنتر مینویسه کامنتر بد بدونه که تا وقت همون ویدیو هست یک کس میخونه هم کامنتر بدی و گناه میگیره در گناه همه طرف شریک میشه بدونه که نامه اعمال از همین اینترنت ها نامه اعمال ما شده خوب کنی خوب نوشته میشه و بد کنی بد نوشته میشه احتیاط باشه یک چیزی که نسبت یک از گفتن کردن 70 پهلش نگاه کنی ای کامنتر مینویسی ویدیو مقصد چند روز میگذره پشیمون میشه و اون خاطر خدا همه ما را برای راست هدایت کنه همه تا خاطر الله دوست میدارم مقصد من نصیحت یگان تا شما نیست همچون یک سویتی برادرانه که حرکت کنیم احترام همدیگه را پای داریم در تاجیکستان و در جامعه و در همین سایت های اجتماعی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سخت رسیده باشه بخشش زیاد